وقتی که پسر تزریقاتی به هم نشون داد هنگ کردم و نمیدونستم چیکار کنم. ولی اون دوستان سلام، امیدوارم که شب و روزتون عالی باشه. ممنون میشیم با ساب کردن، لایک کردن و کامنت گذاشتن به ما انرژی بدید برای آپلود ویدیوی جدید. 4 سال از مرگ پدرم میگذره و مادرم تنهایی زندگی میکنه. یک برادر دارم به اسم علی، تهران زندگی میکنه. چند باری هم مادرم برد پیش خودش تا زندگی کنه. ولی از اونجایی که با زنش آبش توی جوب نمیرفت مادرم برمیگشت اصفهان. منم هفته‌ای 2 بار به مادرم سر میزدم. فاصله خونمون با خونه مادرم زیاده. مادرم از سن 40 سالگی دچار بیماری قلبی شد. یک روز که رفته بودم پیشش حالش بد شد و بردمش بیمارستان. دکتر براش کلی دارو تجویز کرد. چون هر روز نمیتونستم بیام پیش مادرم و فاصله خونمونم با خونه مادرم زیاد بود، مادرمو بردم خونمون تا مدتی پیشم باشه و حالش بهتر بشه. دکتر برای هفته اولش قرص تجویز کرد و کمی هم بعد 10 تا آمپول که هر روز باید داخل رگش تزریق میشد. زنگ به همسرم زدم اومد دنبالمون و با هم رفتیم خونمون. مادرم تو مسیر خیلی اصرار کرد که ببریمش خونه خودش، ولی قبول نکردم و بهش گفتم تا حالت بهتر نشه همینجا پیش خودم میمونی. هفته اول که تمام شد نوبت تزریق آمپول‌ها شد. علی به خاطر اینکه مادرم راحت باشه و از پله‌ها بالا و پایین نره و به منم سخت نگذره گفت یه جا میشناسم که میان داخل خانه تزریق انجام میدن. هماهنگ کردم هر روز بیان آمپولای مادرتو تزریق کنن. فردای ساعت 10 بود که صدای آیفون به صدا در اومد. گفتم کیه؟ که گفت خانم زاره هستم، برای تزریق آمپول آمدم. در براش باز کردم. 2-3 دقیقه شد که از پله‌ها آمد بالا. یک دختر قد بلند با یک پانتو کوتاه و چهره خندان جلوم ظاهر شد. بعد از سلام و احوالپرسی راهنماییش کردم سمت اتاق مادرم. بعد از تزریق 10 دقیقه نشست برای شربت آوردم و باهاش گرم صحبت شدم. اسمش ریحانه بود. هر روز ساعت 10 می اومد و کلی هم با هم گپ می زدیم. کم کم یک دوستی بینمون شکل گرفته بود. هر روزم دستمزدش به حسابش واریز می کردم. علی هم توی این مدت برای مادرم از میوه، غذا، دارو سنگ تمام گذاشت. روز ششم صدای آیفون به صدا در اومد. بدون اینکه بپرسم کیه درو براش باز کردم چون مطمئن بودم ریحانه است. داخل آشپزخونه بودم. زنگ درب ورودی که زد گفتم بیا داخل. داخل آشپزخونه مشغول آشپزی بودم. سرم برگردونم سلام کنم. یک لحظه دیدم یک مرد بلند قد و خوش چهره با چشمای رنگی مقابلم ایستاده. یک لحظه خشکم زد. سریع دویدم و پشت یخچال پنهان شدم. بهش گفتم ممکنه چند لحظه بیرون بیستید؟ لباسم مناسب نبود. سریع دویدم داخل اتاق، شال و منتومو پوشیدم و برگشتم کنار در. پرسیدم شما؟ گفت اومدم آمپول‌های مادرتون رو تزریق کنم. گفتم پس خانم زاره کو؟ گفت براشون کار پیش اومده و من به جاش اومدم. به سمت اتاق مادرم راهنماییش کردم تا تزریق انجام بده. خودم هم همراهش رفتم و بالای سر مادرم ایستادم تا کارش تمام شد. وقتی کارش تمام شد گفتم شماره کارتتون رو میدید که هزینه‌شو واریز کنم؟ گفت لازم نیست، اونم مثل مادر خودمه. خیلی اصرار کردم تا بالاخره شماره کارتشو بهم داد. منم براش پول واریز کردم و ازم تشکر کرد. به مادرم گفتم این موضوع رو به علی نگو چون علی خیلی حساسه. روز بعد رضا آمد و حسابی هم به خودش رسیده بود. یه پیراهن آستین کوتاه و شلوار مشکی. مثل همیشه مرتب بود و خوش لباس. بعد از اینکه آمپول‌های مادرم تزریق کرد رفتم داخل آشپزخانه براش چای آوردم و اونم میل کرد. همزمان براش پولم واریز کردم و اونم گفت شما چقدر عجله دارین پول بدین؟ گفتم شما هم زحمت میکشید. اونم گفت این که زحمت نیست. گفتم بالاخره اگه قرار باشه روزی چند جا برین و پول نگیرین هیچی به هیچی. چند روز باقی مانده هر روز ساعت 11 می اومد. هر بارم با یه لباس مرتب، خوشبو و خوش‌طیف وارد میشد. دکتر بهم گفته بود بعد از تمام شدن آمپول‌های مادرم دوباره او رو بیارم تا وضعیتش رو بررسی کنه. 2 روز بعد همراه با علی و مادرم رفتیم پیش دکتر. دکتر دوباره براش 10 تا آمپول نوشت.
علی هم قرار بود فرداش بره یه مأموریت کاری، حدوداً 30 روز باید اونجا می بود. میخواستم به ریحانه زنگ بزنم، اما یه کسی در دلم گفت به رضا زنگ بزن. وقتی که با او تماس گرفتم، بعد از سلام و احوالپرسی بهش گفتم دکتر دوباره برای مادرم 10 تا آمپول نوشته. میتونید زحمتش رو بکشید؟ اونم گفت چه زحمتی، این وظیفه ماست. فردا صبح قبل از اینکه رضا بیاد خانه، خودم رو حسابی مرتب کردم. اونم مثل همیشه خوش‌تیپ، خوشبو و خوش عطر بود. از بوی عطرش خیلی خوشم میومد. ماه بعدم تولد علی بود و دلم میخواست اسم عطرش بدونم تا برای تولد علی بخرم. اما روم نمیشد ازش بپرسم. تا اینکه یک روز داخل تلگرام دیدم آنلاینه. دلمو زدم به دریا و براش پیام دادم. از بوی عطرتون خیلی خوشم میاد. میشه اسمشو بگید؟ میخوام برای کسی هدیه بخرم. بعد از اینکه جواب سلاممو داد گفت من اسم عطرمو به کسی نمیگم. خیلی بهم برخورد و ازش دلگیر شدم. فردای آن روز که برای تزریق آمد، سرد و رسمی باش برخورد کردم. وقتی که کارش تموم شد و میخواست بره، صدام زد، رفتم کنار درب ورودی. پاکتی از کیفش در آورد و بهم داد و گفت این همون چیزیه که دنبالش بودی. خیلی خوشحال شدم و ازش تشکر کردم. شب برام پیام فرستاد از بوی عطر خوشتون میاد؟ این همون عطره؟ کلی ازش تشکر کردم و گفتم هزینه‌اش چقدر میشه تا به حسابتون واریز کنم. هرچی اصرار کردم مبلغی نگفت. همین شد که با هم شروع کردیم به چت کردن و تا ساعت 4 صبح از حال و هوای هم باخبر شدیم. از زندگی همدیگه گفتیم. فهمیدم 30 سالشه، پرستاره و یک خواهر کوچکتر از خودش داره و خیلی چیزای دیگه. فردای آن روز که برای تزریق آمد، خیلی باهاش گرم و صمیمی برخورد کردم. هر شب به یه بهانه باهاش چت می‌کردم. همین چت کردن‌ها باعث شد که حس و علاقه‌ام بهش بیشتر بشه و دوریش برام سخت باشه. نمیدونم چیم شده بود، اما هر روز علاقه‌ام بهش بیشتر و بیشتر میشد و دوریش برام سخت بود. یک شب که داشتیم با هم چت می‌کردیم، ازم خواست با هم بریم یک کافه. از اونجایی که علی این کار رو نمیپسندید، منم فوری قبول کردم که دور ازش نباشم و چند ساعتی باهاش وقت بگذرونم. آن شب واقعا بهم خوش گذشت. در طول این چند روز خیلی بهش دل بسته بودم و حتی یک لحظه هم نمیتونستم از فکرش بیام بیرون. اون روز یک دسته گل قرمزم برام خرید. لحظات دلنشین و صمیمی در کنار هم گذراندیم. بعد از اینکه تزریقات مادرم تمام شد، چت کردن و پیام دادنهای ما هنوز ادامه داشت و علاقه‌ام بهش روز به روز بیشتر میشد. یک شب که با هم رفته بودیم بیرون، به او گفتم خیلی دلم میخواد پیشت باشم. اونم که منظورمو متوجه شد گفت منم دوست دارم، اما روم نمیشد بهت بگم، آخه تو شوهر داشتی. بهش گفتم فردا مهمون منی خونه مادرم. فردای اون روز قرار گذاشتیم و با هم رفتیم خونه مادرم. اون شب حسابی با هم خوش گذرانیم و بگو بخند داشتیم. وقتی که بهم نشون داد هنگ کردم و نمیدونستم چیکار کنم، اما اون کاری با هم کرد که اون روز مادرمو به یه بهانه آوردم خونمون تا خونه مادرم خلوت بشه. علی هم اون شب شبکار بود. یک سالی با هم بودیم. تو این یک سالم چند باری با هم حسابی خوش گذروندیم. رضا به خاطر کارش مجبور شد بره تهران و منم دیگه کم کم او رو فراموش کردم.